الو. سلام. سلام خانم. خوبی؟ خوبه. کجایی؟ حرم دیگه. من الان جلوی ایوون طلام. خوش بهار. تو هم اونجایی؟ نه زن انقلاب. خب پس اول من بگم یا تو بگی؟ اول تو. خب گوشی رو بگیر رو به گنبد. گرفتم بگو. سلام علیک یا علی ابن موسی الرضا. آقا جون خدمتتون عرض کنم الانه که دارم باهاتون صحبت میکنم تو حرم خواهرت حضرت معصومه. راستشو بخوای هفته بعد مراسم عروسی مونه. گفتیم اول زندگیمون ازتون بخوایم یه عنایتی به ما بکنی، یه لطفی در حق ما بکنی آقا، سایتون از سر ما کم نکنی. آقا جون خودتون که میدونید ما که به غیر از شما و خواهرتون کس دیگه ایام نداریم. تا زمانی هم که شماها رو داریم احتیاجی به کس دیگه ایام نداریم. از خدا خواستیم دوتی بچه به ما بدید، یه پسر یه دختر. اسم پسرمون رو بذاریم آقا رضا، اسم دخترمون هم بذاریم معصومه خانم. آقا جون تو رو به حق حضرت معصومه، تو رو به حق خواهرت لحظه ای کلام تو اما دریغ نکن. من صحبتام تمام شد. گوشی رو میگیرم رو به گنبد، تو حرفاتو بزن. میگی تا بکن. السلام علیک یا فاطمه المعصومه. بیبی جان خدمتتان بگم که عروسی ما همین هفته دیگه ما و عروس خانم هم به هم دیگه قول بدیم که از اول ازدواج ما به شما و داداشتان هم قول بدیم که هم یک لحظه از مسیر اهل بیت خارج نریم. شما هم هوای ما رو داشته بشن و ما رو به حال خودمان نگذاریم یک لحظه. بیبی جان قربونتان برو که شما سفره‌دار کرام خدمتتان دارم. چشم ما توی دنیا به دست هیچ کس غیر شما و ضامن آقاییه. سفارش ما رو با آقای امام رضای خودمان بکنیم. که دلم مثل همین کفترهای امام رضا هر چی سمت